ای انسان‌هایی که در درد و رنج هستید، که البته رنج و درد یک مفهوم ذهنی هست. بفرمایید. چیپس خوب نیستا؟ این بخشی از برای اون افرادی که توی ایران دارن زندگی میکنن دارم میگم، بخشی از تاوان تاریخی هستش که در کشت و کشتارها، خونها و ظلمهایی که در شاید 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 400 سال پیش ریخته شده. این تاوانها رو داریم میدیم که همون آدما هستیم ولی در زمانه دیگری. و این سیستمی که الان اینجا هست توسط خود اون جهان هستی داره اتفاق میفته تا من به یک بیداری برسیم، به یک هوشیاری برسیم که فتیله خرافات رو بکشی پایین و خاموشش بکنیم و باید مشاهده‌گر باشیم و درگیر نشیم.